بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز و ارجمند، یکی از آداب اسلامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم ما رو ترغیب کرده که پایبند این ادب باشیم، پاسخ گفتن به عطسه برادر مسلمان هست. عطسه کردن یک طبیعت و سرشت انسانی هست، منتها شریعت اسلامی در چنین موارد احکامی را دارد، آدابی را دارد که از همین موارد ما باید یک مبدعی باشد برای حرکت، مبدعی باشد برای استغفار، مبدعی باشد برای تشکر از الله متعال، مبدعی باشد برای دعای خیر برای دیگران و برای برادران مسلمانمون. و پاسخ دادن به عطسه یکی از حقوق مسلمانان هست. برادران مسلمان بر ما حقی رو دارند. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه حدیثی رو نقل کرده از رسول الله صلی الله علیه وسلم که در صحیح مسلم هست که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند: خمس تجب للمسلم علی اخیه. 5 مورد هستند که بر مسلمان واجب هست در قبال برادر مسلمانش. مسلمان بر مسلمان 5 حق واجب دارد و این حقوق را رسول الله صلی الله علیه وسلم این گونه برشمردند: رد السلام، اولین جواب سلام دادن هست. دومی تشمیت العاطس، پاسخ دادن به عطسه برادر مسلمان. و اجابت الدعوت، پذیرفتن دعوت مسلمان. اگر کسی رو به خانه خودش دعوت کرد، مسلمانی رو باید بپذیرد، اجابت بکند و برود این مهمانی رو قبول بکند. و عیادت المریض و اتباع الجنائز، و عیادت بیماران و همچنین تشییع جنازه برادر مسلمان. اینها حقوقی هست از جانب الله متعال بر ما واجب گشته، اون گونه که در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما بیان شده و در روایتی دیگر با تعبیری دیگر این گونه وارد شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: ثلاث كلهن حق على كل مسلم. ثلاث كلهن حق على كل مسلم. 3 مورد هستند که بر هر مسلمان حق هستند، یعنی لازم هستند بر هر مسلمان که این موارد را باید مراعات بکنند. این 3 مورد که در این روایت اومدند این است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: عیادت المریض و شهود الجنائز و تشمیت العاطس. این 3 مورد عبارتند از عیادت بیماران و شهود الجنائز، تشییع جنازه انسان مسلمان، و تشمیت العاطس اذا حمد الله عز وجل، و پاسخ دادن به عطسه مسلمان در هنگامی و به شرط این که انسان مسلمان، برادر مسلمان ما که عطسه میزند، الحمدلله بگوید. از نظر شرعی و ادب شرعی که در این زمینه وجود دارد این است که انسان زمانی که عطسه میزند باید تا حد توان صدای خودش را پایین بیاورد، با دستمالی یا با دستی دهان خودش را نگه دارد و سعی بکند که این انسانهای پیرامونش و دوستانی که در این مجلس وجود دارند از صدای عطسه این برادر مسلمان آزرده نشوند. و وقتی که یک انسانی عطسه‌ای میزند از نظر شرعی باید حمد الله متعال را و سپاس الله متعال را به جا بیاورد و بعد از عطسه بگوید الحمدلله. متاسفانه این یک ادبی هست و یکی از سنت ها و حقوق اسلامی هست که متاسفانه بسیاری از ما اینو فراموش کردیم. بعد از عطسه زدن فراموش میکنند که بگویند الحمدلله، زیرا که این عطسه زدن باعث شادابی انسان می شود، باعث نشاط می شود. انسان باید شکرگزار الله متعال باشد. اما بسیاری از من و شما فراموش می کنیم که بگوییم الحمدلله. از نظر شرعی وقتی که شما عطسه ای را زدید بگویید الحمدلله و اون کسانی که در مجلس هستند و صدای عطسه شما را شنیدند باید در پاسخ بگویند و پاسخ عطسه و جواب عطسه مسلمان بعد از این که عطسه زننده الحمدلله گفت این است که شما بهش پاسخ بدهید و بگویید یرحمک الله، الله متعال بر تو رحم بکند. این پاسخ عطسه است.
و اون شخصی که عطسه زده برای بار دوم باید این یرحمک الله را هم پاسخ بگوید و جواب یرحمک الله این است که در جواب بگوید یهدیکم الله و یصلح بالکم، الله متعال شما را هدایت بکند و امور شما را سامان ببخشد. این یک ادب اسلامی هست که من و شما باید سعی بکنیم که پایبند این ادب اسلامی باشیم و به این مناسبت و به خاطر عطسه شکرگزاری بکنیم از الله متعال و دعای خیری متقابلا برای برادر مسلمان خودمون انجام بدهیم که انشاءالله تمام مسلمانان را الله متعال در دنیا و آخرت سبب هدایت و انسانهای وارسته و پیروز انشاءالله بگرداند. تا برنامه دیگر شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.